شنونده مهربان، خوش آمدیم به یک دیگر جلسات وب دیزاینینگ. امروز قرار است بخش جدیدی کاملا بخش جدیدی بخونیم. قرار است امروز ما یک دیو بسازیم، برای از او وایت ویت بتیم و بعد از وایت ویت برای از او یک باردری بتیم که باردر از خود یک رنگ مشخصی داشته باشه. در قسمت نوتپد پلاس پلاس رفته امی کودای دین روزه خود پاک میکنیم و بعد از این کودا را ما چی میکنیم؟ یک امی دیو خود میمونیم، یکی از امی دیوای خود چی میکنیم؟ میمونیم. و بعد از این متنی که داخل از این نوشته کردیم متنش هم چی میکنیم؟ پاک میکنیم. متن خود چی میکنیم؟ پاک میکنیم. بعد از این که متن خود پاک کردیم نوشته میکنیم که نقطه چی بود؟ نقطه اف بود. و بعد از این براکت کلان شروع میکنیم و براکت کوچک چی میکنیم؟ بسته میکنیم. شاگردای عزیز شما برین درسایتان یک بار مرور کنیم با صدای آرام که مزاحمت نشوم. ما در اینجا کار میکنیم، برین همونجا بیغم و بی سر صدا درسایتان کار کنین. و خب میایم سر اصل مطلب. و بعد از اینکه ایرا شناسایی کردیم با باردر خود چی میتیم؟ یک استایل میتیم. نوشته میکنیم که باردر ما چه باشد؟ باردر استایل ما دبل نقطه میگیم دبل باشه. چی باشه؟ به خاطر نوشته کردیم زنیزی دبل نوشته میکنیم. بعد از اینکه متن دبل نوشته کردیم باز میایم از قسمت باردر کالر از ایرا با این کدام رنگ باید بدیم؟ رنگ از این ما چه باشه؟ رنگ از این ما رد باشه. و بعد از این سفر ما چی میکنیم؟ یک بار رفرش میکنیم. در قسمت کرو اومده سفر یک بار چی میکنیم؟ رفرش میکنیم. ولی ما هنوز وایت ویتش مشخص نکردیم. این چی میشه؟ 50 پیکسل. کم سر صدایتان کم کنین که مزاحمت نشه. بعد از این وایتش هم مشخص میکنیم. وایت از این چند باشه؟ وایت از این مساوی هم باز 50 پیکسل میگیریم. دو طرف چی باشه؟ مساوی باشه. سفر از سیو و در اینجا میمیم یک بار رفرش میکنیم. چی بود؟ ایرا یک دیو ساختیم. ما میخوایم که اندازه از این با چه باشه؟ کلام باشد. ایرا میگیریم مردشون 500 پیکسل میگیریم تا دیو ما چه به صورت درست نمایش داده شود. این بود درس امروزی ما. شما خدا کند که درس امروزی را یاد گرفته باشین. تا جلسات بعدی شما را بالای مینیوز